آیا هر روز صبح با دیدن موهای ریخته شده روی بالش خود دچار نگرانی می شوید؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا موهایتان هر روز کمتر و کمتر می شود؟ پس وقتشه که این چرخه رو متوقف کنید. سلام دوستان، به کانال ما خوش آمدید. امروز با یکی از دغدغه‌های مهم بسیاری از افراد همراه شما هستیم. درست حدس زدید، ریزش مو. اگر شما هم با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنید، در این ویدیو با ما همراه باشید تا 10 روش شگفت‌انگیز و علمی را به شما معرفی کنم که می‌توانید همین امروز اجرا کنید و از تأثیر بی‌نظیر آن شگفت زده شوید. ولی قبل از آن اجازه دهید کمی درباره خود ریزش مو و علتهای آن صحبت کنیم. پس همراه ما باشید. ریزش مو مسئله است که تقریباً همه ما آن را تجربه کرده ایم یا با آن آشنا هستیم. این مشکل می تواند تأثیر زیادی بر اعتماد به نفس و ظاهر ما داشته باشد. بیایید با هم به بررسی دلایل این مشکل بپردازیم و ببینیم چه چیزی ممکن است پشت این بحران پنهان شده باشد. دلیل اول، ژنتیک. آیا می دانستید که ریزش مو می تواند ارثی باشد؟ اگر در خانواده تان کسی به این مشکل دچار باشد، ممکن است شما هم در معرض آن باشید. اما نگران نباشید. درمانهایی را به شما معرفی می کنم که می تواند کمکتان کند. دلیل دوم، اختلالات هورمونی. هورمون‌ها نقش بسیار مهمی در سلامت موها دارند. تغییرات هورمونی مانند آنهایی که در بارداری، یائسگی یا بیماری‌های تیروئید رخ می‌دهند، می‌تواند باعث ریزش مو شود که شناسایی و درمان این اختلالات می‌تواند به شما کمک کند. مورد سوم، استرس و فشارهای روانی. استرس می‌تواند به موهایتان آسیب بزند. وقتی استرس زیاد است، فولیکول‌های مو به خواب می‌روند و رشد مو متوقف می‌شود. بنابراین آرامش و روش‌های مدیریت استرس برای حفظ سلامت موها بسیار مهم است. مورد چهارم، کمبود مواد مغذی. موهای سالم به تغذیه خوب نیاز دارند. کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی مانند آهن و زینک می‌تواند باعث ریزش مو شود که در ادامه تمامی راه‌های درمانی را معرفی و بررسی می‌کنیم. روش‌های درمانی مؤثر. روش اول، تغذیه مناسب. تغذیه مناسب نقش بسیار مهمی در سلامت موها دارد. مصرف غذاهایی که سرشار از ویتامین‌های D، C، A و E، روی و آهن هستند به تقویت موها و کاهش ریزش آن کمک می‌کند. یا غذاهایی از قبیل غلات کامل مانند برنج قهوه‌ای و جوی دوسر که منابع خوبی از روی و ویتامین‌های گروه B هستند، یا میوه‌های غنی از ویتامین C مانند پرتقال، کیوی، توت فرنگی که به جذب آهن کمک کرده و از آسیب‌های اکسیداتیو به موها جلوگیری می‌کند. همچنین لبنیات کمچرب مانند ماست و شیر که منبع مهم کلسیم و پروتئین هستند نیز مفید است. علاوه بر آنها آووکادو به دلیل محتوای بالای چربی‌های سالم و ویتامین E به تقویت پوست سر و سلامت موها کمک می‌کند. و آخرین مورد، دانه‌های چیا و کتان هستند که سرشار از اسیدهای چرب و امگا 3 هستند که به تقویت موها و رشد آن کمک می‌کنند. ولی نباید از تاثیر شامپوها در سلامت مو غافل شد. روش دوم، استفاده از شامپوهای ملایم. استفاده از شامپوهای ملایم و بدون سولفات می‌تواند به حفظ سلامت پوست سر و موها کمک کند و از آسیب دیدن موها جلوگیری کند. این شامپوها معمولاً دارای مواد فعالی مانند کافئین، بیوتین، کتوکنازول یا پپتیدها هستند. این ترکیبات باعث تقویت فولیکول‌های مو، افزایش جریان خون به پوست سر و کاهش التهاب می‌شوند. ولی به تنهایی کافی نیستند و ارتباط مستقیمی با ماساژ پوست سر دارند. روش سوم، ماساژ پوست سر. ماساژ منظم پوست سر با روغن‌های طبیعی مانند روغن نارگیل یا روغن آرگان باعث تقویت ریشه مو می‌شود. این کار با افزایش جریان خون به فولیکول‌های مو، اکسیژن و مواد مغذی بیشتری به آنها می‌رسد که به تقویت و رشد موها کمک می‌کند.
همچنین ماساژ پوست سر استرس را کاهش داده و به بهبود سلامت پوست سر کمک می‌کند که این عوامل به کاهش ریزش مو و افزایش ضخامت و حجم آن منجر می‌شود. اگر تا اینجا ویدیو را دوست داشتید، آن را لایک کنید. روش چهارم، اجتناب از گرمای زیاد. استفاده زیاد از ابزارهای حرارتی مانند سشوار و اتوی مو می‌تواند باعث آسیب دیدن موها و افزایش ریزش مو شود. همیشه از دمای کم استفاده کنید و اجازه دهید موهایتان به طور طبیعی خشک شود. در کنار استفاده از روش‌های فیزیکی، روش‌های روانی را هم نباید فراموش کرد. پس ادامه می‌دهیم. روش پنجم، مدیریت استرس. استرس یکی از عوامل مهم ریزش مو است. با انجام تمرینات یوگا، مدیتیشن یا حتی پیاده‌روی روزانه می توانید استرس خود را مدیریت کنید و سلامت موهایتان را حفظ کنید. در کنار مدیریت استرس، استفاده از مکمل‌های درست را در نظر داشته باشید. روش ششم، استفاده از مکمل‌های غذایی. مکمل‌های غذایی مانند بیوتین، زینک و ویتامین د، آهن، امگا 3 و امگا 6 و ویتامین ای می تواند به تقویت مو و کاهش ریزش آن کمک کند که در ادامه به آنها می پردازیم. بیوتین یا ویتامین B7 به تولید کراتین کمک می کند که ساختار اصلی مو را تشکیل می دهد و کمبود آن می تواند به ریزش مو منجر شود. ویتامین D، این ویتامین برای سلامت فولیکول‌های مو مهم است و کمبود آن می تواند ریزش مو را افزایش دهد. زینک یا روی، زینک به رشد و ترمیم بافت‌های مو و حفظ عملکرد سالم غدد چربی کمک می‌کند. آهن، کمبود آهن می‌تواند منجر به ریزش مو شود. به ویژه در زنان، مکمل‌های آهن به بهبود گردش خون و تغذیه فولیکول‌های مو کمک می‌کنند. امگا 3 و امگا 6، این اسیدهای چرب باعث تغذیه پوست سر و بهبود کیفیت مو می‌شوند. ویتامین ای، ویتامین ای به سلامت پوست سر و افزایش جریان خون کمک می‌کند که می‌تواند باعث تقویت موها شود. البته قبل از مصرف هر نوع مکملی با پزشک خود مشورت کنید. اگر تا اینجای ویدیو برای شما جذاب بوده، انتهای ویدیو را از دست ندهید. روش هفتم، کوتاه کردن منظم موها. کوتاه کردن منظم موها به طور مستقیم مانع ریزش مو نمی‌شود، اما با از بین بردن موخوره و قسمت‌های آسیب دیده به حفظ سلامت و استحکام موها کمک می‌کند. این کار باعث می‌شود موها قوی‌تر و ضخیم‌تر به نظر برسند و از شکنندگی و نازک شدن که به ریزش ظاهری موها منجر می‌شود جلوگیری کند. در نتیجه موها سالم‌تر و پرپشت‌تر به نظر می‌رسند. روش هشتم، استفاده از ماسک‌های طبیعی. استفاده از ماسک‌های طبیعی تهیه شده از مواد مغذی مانند آووکادو، عسل و تخم مرغ می‌توانند موهای شما را تقویت کرده و از ریزش آن جلوگیری کند. به طور مثال، استفاده از ماسک تخم مرغ و روغن زیتون. تخم مرغ سرشار از پروتئین است که مو را تقویت می‌کند و روغن زیتون باعث مرطوب شدن پوست سر می‌شود. یا استفاده از ماسک آلوئورا و عسل. آلوئورا التهاب پوست سر را کاهش داده و عسل آن را تقویت می‌کند. همچنین ماسک سیر و روغن نارگیل هم مؤثر است، چون سیر گردش خون را بهبود می‌بخشد و روغن نارگیل موها را تقویت می‌کند. در کنار استفاده از ماسک‌ها باید نیز توجهی هم به بهترین و رایج‌ترین نوشیدنی مؤثر داشته باشیم. روش نهم، نوشیدن آب کافی. نوشیدن آب کافی در طول روز باعث هیدراته ماندن بدن و پوست سر می شود و در نهایت به کاهش ریزش مو کمک می کند. به نظر شما کدام یک از این 9 روش جذاب تر بود؟ در کامنت برایم بنویس. روش دهم، روش PRP یا پلاسمای غنی از پلاکت. این روش یک درمان نوآورانه برای تقویت مو است که با استفاده از قدرت خود بدن عمل می کند. در این روش مقداری خون از بدن شما گرفته می شود و پلاکت ها جدا شده و پلاسمای آن غنی سازی می شود. این پلاسمای غنی از پلاکت به ناحیه های دچار ریزش مو تزریق می شوند. پلاکت ها حاوی فاکتورهای رشد هستند که می تواند به تقویت فولیکول های مو کمک کرده و رشد موهای جدید را تسریع کنند. این روش می تواند بهبود قابل توجهی در تراکم و کیفیت موهای شما ایجاد کند و نتایج آن معمولاً بعد از چند جلسه درمان قابل مشاهده است. اما نتایج ممکن است از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد و نیاز به چندین جلسه درمان داشته باشد.
ولی اگر ریزش موی شما شدید است و با روش‌های خانگی بهبود نمی‌یابد، حتما به یک متخصص پوست و مو مراجعه کنید تا علت دقیق ریزش مو شناسایی و درمان شود. خب، این هم از 10 روش مؤثر برای کاهش ریزش مو. اگر شما هم روش‌های دیگری می‌شناسید یا تجربه‌ای دارید، حتما در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. اگر از این ویدیو لذت بردید، لطفاً آن را لایک کرده و کانال ما را برای دریافت محتوای بیشتر سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی را از دست ندهید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.